تقریبا یه هفته هر ویزیتوری پاشو میذاره توی مغازه من، میگه خرید کن میخواد گرون بشه. ویزیتور کاله میاد میگه خانم رزکی خریدتو بزن، میخواد افزایش قیمت داریم و بخر. ویزیتور شرکت روغن میاد میگه خانم رزکی افزایش قیمت داریم بخر. ویزیتور کوکاکولا میاد میگه افزایش قیمت داریم بخر. ویزیتور کیک و کلوچه میاد میگه افزایش قیمت داریم بخر. آخه من کدومشو بخرم؟ روغن رو بخرم، برنج رو بخرم، لبنیات رو بخرم، کدوم رو بخرم انبار کنم؟ آخه این انبار کردن رو به کجا میخواد برسه تهش؟ کدوم قلم رو ما بخوایم قایمش کنیم؟ حالا نهایتا 5 روز، 6 روز، 7 روز، 1 هفته، 10 روز، تهش ببینین به کجا وصله. به خدا ما اگه خیلی هم انبار کنیم یه هفتمون رو بسته. بی خیال با اندازه نیازتون بخرین، اضافه نخرین. هرچی اضافه میخرین بیشتر گرون میکنن. چیزی که لازم دارین اون روز بخرین. داره وضعیت بدتر میشه با این کاری که میکنین. با